10 مرد که شاید باور نکنیم واقعی هستند. شماره 10 پشمالوترین مرد دنیا یو ژن هوان، اهل چین که 96% بدنش مو داره. شماره 9 تام استنیفورد انگلیسیه. این شخص اصلاً یه ذره چربی هم تو بدنش وجود نداره. این مرد انگلیسی دوچرخه سوار یه مریضی خیلی نادر داره به اسم MDP سیندروم. شماره 8 سلطان کاسن اهل ترکیه که با 2 متر و 51 سانتی متر قد بلندترین مرد دنیا. از قد بلندترین مرد دنیا میایم به قد کوتاه‌ترین مرد دنیا، چاندرا بهادر دانگی. قد این بنده خدا فقط 55 سانتی متر. شماره 6 فرانسیسکو دومینگو و دهن گشادشه که این شخص میتونه یه قوطی نوشابه رو کاملا تو دهن خودش جا بده. رکورد جهانی